خیلی از ما میپرسن برای هوشمندسازی سقف ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. هوشمندسازی سقف چند بخش مختلف داره. یکی کنترل موتورخونه سقفه که شما میاد کنترل آب گرم سقف، کنترل اوزون، تصفیه آب، اینا رو بخواید انجام بدیم که اینا توی قسمت موتورخونه سقف توی تابلو برق ماژوراش گذاشته میشه و کار میکنن. شما میتونید سقفتون از توی موبایل اپلیکیشن کنترل کنید. قبل از اینکه برنامه سقف داشته باشید چند ساعت قبل اینترنت مثلا بزنید، سیستم موتورخونه شروع کار کردن، آب سقف رو گرم کنه. همینطور دستگاه تصفیه و کنترل اوزون هم به صورت کامل کنترل داشته باشید. این تجهیزاتی که توی موتورخونه نصب میشه. ما همچنین میتونیم کنترل روشنایی محوطه سقف، کنترل فواره ها، آبیاری باغچه، اینا رو هم داشته باشیم که اونها هم توی ادامه کلیپ خدمتتون نشون میدیم. تو این پروژه هم که گفتم خدمتتون می‌خواستیم ببینیم کنترل روشنایی و کنترل فواره‌های سقف، روشنایی محوطه، آبیاری باغچه از کجا انجام میشه. ما تو این قسمت اومدیم کلیدهای تاچ کار کردیم، 3 تا کلید 4 بود استفاده کردیم که میتونیم تک تک روشنایی هامون، حالا هر مدلی که هست روشنایی توی فضایی که کار شدن، روشنایی باغچه ها، کنترل آبیاریشون و کنترل فواره رو همه رو توی این قسمت آوردیم. اینها هم از روی اپلیکیشن، هم روی اندروید، هم روی قابل کار کردن هستن، از طریق اینترنت هم قابل کنترل هستن. ما توی این قسمت می‌خوایم نشون بدیم خدمتتون که چجوری کنترل روشنایی و کنترل آبیاری و فواره ها رو ما می‌تونیم کنترلش رو داشته باشیم. شما کنترل روشنایی محوطه رو تمام از روی کلیدهای تاچ میتونید توی این قسمت داشته باشید. همچنین کنترل فواره ها رو داشته باشین و اینا رو کامل کنترلش رو اینجا انجام بدید. در این قسمت اومدیم موتورخونه ویلا و تابلو برق، کنترل آب سقف و جکوزی شما میتونید اینجا ببینید. ترموستات‌های هوشمند نصب شدن برای آب گرم سقف و آب گرم جکوزی. هم از روی ترموستات شما میتونید کنترلتون انجام بدید، هم از روی اپلیکیشن موبایل این کنترل کامل میتونید داشته باشید. چه تجهیزاتی ما کنترل می‌کنیم؟ از جت جکوزی و فواره، آب گرم جکوزی، آب گرم سقف، تصفیه جکوزی، تصفیه سقف، تمام این آپشن ها که شما می‌بینید تماما چیز دارن، ماژورهای ریلی دارن داخل اینجا و داخل تابلو برق هستن و تمام تجهیزات رو به صورت کاملا هوشمند شما میتونید داشته باشید. اگر مشکلی پیش بیاد میتونید اینجا از خلق از کلیدهای مکانیکی خاموششان دستی داشته باشید. حالت اتومات هم بذارید، از طریق اپلیکیشن میتونید کنترلتون رو انجام بدید. این پروژه هایی که ما به صورت وایرینگ اجرا نکردیم، مثل وایرلس اجرا شده و پروژه بزرگی هستن، مثل همین پروژه ویلای شهر قبلی ما اجرا کردیم و 3 طبقه کار هست، کار تریپلکس هست. ما یکی از مشکلاتی که تو این پروژه ها داریم تضعیف سیگنال توی سیستم‌های وایرلس هستش. تو این پروژه خب کارفرما ترجیحش این بودش که بیاد از پروتکل وای فای استفاده کنه. تیم طراحی ما چیکار کردن؟ اومدن برای هر طبقه یک مودم مرکزی استفاده کردن و هر طبقه رو یک مودم مرکزی گذاشتن و اینا رو هم به صورت بک‌بون به هم متصل کردن. مودم هایی که تو بازار هستن و این قابلیت خوبی دارن که بتونن کاورج خوبی داشته باشن و ما بتونیم شبکه خوب اروپایی داشته باشیم، توی برندهایی هستن مثل برندهای میکروتیک و یونیفای، حتی برندهای سیسکو اینا هستن که خیلی گرون‌تر در میان، ولی برند یونیفای و برند میکروتیک خیلی کار راه میندازه و قیمت مناسبی هم داره و این جواب دوستانی بودش که پرسیدن که توی پروژه هایی که ما نتورک کاورج کلا مشکل داریم از چه برند استفاده کنیم و چه طرزی این کارو بتونیم پیاده سازی کنیم. کنترل سیستم گرمایش در پروژه‌های هوشمند از طریق ترموستات‌های هوشمند لمسی انجام میشه. این ترموستات‌ها همونطور که می‌بینید ستن با کلیدهای لمسی در همون کادر نصب میشن و شما میتونید ست پوینت مورد نظر خودتون رو از روی ترموستات داشته باشید. دما رو بالا و پایین ببرید، اون دمایی که دوست دارید بذارید و ترموستات کار خودش رو انجام میده از طریق فرمان‌هایی که به والوها و کلکتورها میده. اگر منزل نبودید یا ویلایی بودش که شما چند ساعت راه داشتید تا برسید اونجا، قبل از اون میتونید از طریق اینترنت فرمان‌های لازم رو بدید و ترموستات گرمای لازم رو برای شما تامین کنه.